سلام و درود خدمت شما. میخوایم ببینیم چطور میتونیم یک وبسایت رو به ترافیک روزانه 1100 تا برسونیم. این سایتی که مشاهده میکنید ترافیکش تقریبا با AI طراحی شده و اینکه چه تعداد محتوای ایندکس شده داره. ببینید تقریبا 505 تا محتوای ایندکس شده داره و فقط با این تعداد شما میتونید به همچین ترافیکی برسید. البته برای محکم کاری میتونید این تعداد رو 2 برابر کنید، چون یک سری از محتواتون ممکنه در واقع ایندکس نشه یا حالا مشکلی براش پیش بیاد. خب میخوایم ببینیم چطور میتونیم به همچین ترافیکی برسیم. اول از همه وارد پنل محتواساز میشیم. توی قسمت داشبورد من وارد بشم. توی این قسمت شما در بخش تحقیقات کلمات کلیدی یا توی حالا قالب‌های تولید محتوا میتونید این بخش رو کلمه کلیدی هست انتخاب کنید. میتونید ازش کلمه کلیدی بگیرید برای موضوع سایت خودتون. مثلا من اینجا میام در مورد خرید کفش ازش در واقع ایده میخوام تا ایده ها رو برای من اینجا تولید کنه. میتونید کلمات کلیدیتون رو از هر روشی که خودتون میخواید به دست بیارید. ما خیلی از در واقع ابزارهایی رو داریم که میتونیم ازشون کلمات کلیدی بگیریم که اونها رو هم من بهتون معرفی میکنم. مثلا شما میتونید از سایت kwfind.net استفاده کنید که روی گزینه پرژین بذارید و اینجا میتونید خرید کفش رو اضافه کنید و روی گزینه جنریت کلیک کنید. خب اینجا ببینید کلی بهتون کلمات کلیدی میده که میتونید از هر کدوم که خواستید داخل وبسایت خودتون استفاده کنید. اما کلماتی که محتواساز به شما میده کلمات حرفه‌ای تری هست و البته من توصیه میکنم که هم از اینا استفاده کنید هم از اون. ابزار دیگه که خوبه و شما میتونید در واقع ازش استفاده کنید ابزار کیورد تول هست. اینجا هم شما میتونید در واقع کلمه کلیدی خودتون رو قرار بدید تا براتون جستجو رو انجام بده. این ابزار یه نسخه پرمیوم داره که خب باید بخرید تا کامل کلمات رو بهتون نشون بده، ولی باز هم میتونید از این ابزار هم استفاده بکنید. ابزارهای دیگه‌ای که ما میتونیم ازشون در واقع استفاده بکنیم کیورد چی هست که یک ابزار فارسیه. کیورد چی میتونید از این هم استفاده کنید و کلمه کلیدی مد نظرتون رو بگیرید. و بعد از اینکه کلمات کلیدی رو لیست کردید و تقریبا نزدیک به 1000 تا کلمه از این ابزارهایی که خدمتتون گفتم گرفتید، حالا شما میتونید در واقع تولید محتواتون رو شروع کنید. یکی دیگه از کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم برای پیدا کردن کلمه کلیدی، من وارد خود بخش گوگل میشم. با سرچ داخل گوگل میتونید این کار رو انجام بدید. مثلا من خرید کفش رو جستجو میکنم. شما میتونید از ریلیتد ها و ساجستشن های خود گوگل هم استفاده کنید. اینجا کلمات مختلف رو یکی یکی ازش بگیرید. تمامی برند ها، تمامی رنگ ها، هر چیزی که اینجا هست رو میتونید در واقع اضافه کنید. هم کلمات سخت و هم کلمات آسون. بعد از اینکه این کار انجام دادید، اینجا حالا یه سری ایده بهتون داده که باز میتونید از اینها استفاده کنید. خب مرحله بعدی اینه که ما باید برای این کلمات تولید محتوا انجام بدیم با سیستم AI. خب حالا من چطور میتونم سایت وردپرسی خودم رو وصل کنم به پنل محتواساز که مستقیما بتونم محتواهای خودم رو در واقع داخلش منتشر بکنم. در بخش در واقع پنل کاربریتون روی این قسمت کلیک میکنید. خب در این بخش شما باید روی گزینه نام رمز عبور برنامه جدید کلیک کنید و به هیچ وجه نباید روی تنظیم رمز عبور سایتتون کار کنید. ما با این کاری نداریم.
ما میخوایم برای محتواساز یه دونه کد از این بگیریم. خب وقتی که روی افزودن رمز کلیک میکنید یه رمز بهتون میده و نام کاربری خود وبسایتتون هم خب نیاز هستش. در بخش محتواساز وارد میشید. این قسمت بالا پنل کاربری خودتون هست. در قسمت پروفایل من وارد میشید. در این بخش شما باید اینجا نام کاربری رو قرار بدید که این هست و در این بخش پایین رمز عبور برنامه‌تون رو میذارید و در این قسمت هم آدرس وبسایت خودتون رو قرار میدید. پس شد نام دامنه سایتتون، نام کاربری ورود به سایتتون و یک رمز عبور برنامه که اینجا تولید کردید. بعد از اینکه روی گزینه بروز رسانی بزنید به صورت اتوماتیک سایت شما به پنل محتواساز متصل میشه. حالا من الان وبسایت خودم به یه سایت دیگه متصله. حالا من چطور میتونم محتوا ایجاد کنم برای سایتم؟ به 3 روش شما میتونید این کار رو انجام بدید. اولین قسمت میتونید از قالب‌های تولید محتوا استفاده کنید. بخش بعدی که پیشنهاد اصلی من هست بخش تولید مقاله جامع هست که شما از این بخش موضوع مقاله خودتون رو بهش میدید، کلمه کلیدی رو بهش میدید، پاراگراف ها رو میدید و تنظیمات رو انجام میدید. من یه نمونه برای شما انجام میدم. مثلا ما میخوایم یک محتوا در مورد بهترین کفش های ورزشی تولید کنیم. کافیه موضوع مقاله رو از این قسمت بهش بدیم. کلمه کلیدی هم حالا مثلا همین بهترین کفش های ورزشی باشه. برای پاراگراف هایی که من میخوام در موردش توی سایت من توضیح بده چیکار میکنم؟ اینو جستجو میکنم، کلمه کلیدیم رو ببینم چه چیزهای خوبه که داخلش برای محتوای من بیاد صحبت کنه. چند تا از در واقع سایت های رقیب رو من باز میکنم. مثلا میخوام در مورد این موضوع توی پاراگراف دوم توضیح بده. توی پاراگراف اول میخوام در مورد انواع برندهای کفش ورزشی توضیح بده. حتما توضیحات مقاله خودتون رو بزنید. اگر یک مقاله کامل و با کیفیت میخواید روی این قسمت وقت بذارید که یک مقاله خیلی حرفه‌ای و خوب بهتون بده. خب توی پاراگراف سوم میخوام در مورد این صحبت کنه و میرم سراغ مقاله بعدی. معرفی برند نایک در کفش ورزشی و برندهای دیگر رو هم میتونیم اینجا داشته باشیم و ببینیم در نهایت در مورد چه چیزهایی اینجا توضیح داده. خب نیاز به مثال برای هر پاراگراف دارم، جدول نمیخوام، نیاز به چک لیست مقاله دارم و جمع‌بندی. بهش میگم که مقاله من رو ایجاد کن. خب همونطور که مشاهده میکنید داره محتوای من رو تولید میکنه همچنان و من منتظر میشم تا محتوا کامل بشه. اگر من بخوام این محتوا رو داخل وبسایت خودم منتشر کنم باید چیکار کنم؟ یک گزینه تنظیمات انتشار در وردپرس ما اینجا داریم، درسته؟ شما روی این گزینه کلیک میکنید و وضعیت پست خودتون رو منتشر میکنید. آیا میخواید زمان بندیش کنید، میخواید پیشنویسش کنید یا میخواید مستقیما توی سایتتون منتشر بشه؟ من میخوام که به صورت پیش‌فرض داخل وبسایت خودم پیشنویس بشه و اسم سندم رو هم اینجا میذارم و منتظر میشم تا محتوام کامل بشه. محتوام کامل شده و کافیه روی گزینه در واقع ذخیره سند کلیک کنم. وقتی که روی گزینه ذخیره سند در سمت چپ بالا کلیک میکنیم تغییرات ما با موفقیت انجام میشه و میریم توی سایتمون که ببینیم این محتوا ذخیره شده یا خیر. خب من وارد سایت مورد نظر خودم شدم. همونطور که مشاهده میکنید در بخش پیشنویس ها محتوای من ذخیره شده و بازش میکنم.
همونطور که مشاهده میکنید اینجا محتوا کامل قرار گرفته شده. میتونم هر ادیتی خواستم روش انجام بدم و ببینیم چند کلمه محتوا بهمون داده. خب 1600 کلمه محتوا هم اینجا به ما داده که برای یک مقاله بسیار مناسبه. حالا اگر بخوایم برای محتوای خودمون عکس بگیریم باید چیکار کنیم؟ برای استفاده از بخش تصاویر هوش مصنوعی کافی روی قسمت تصاویر کلیک کنید، کلمه کلیدی خودتون رو به زبان انگلیسی وارد کنید و اینجا سایز تصویرتون رو مشخص کنید. مثلا من 2 تصویر میخوام که بهم بده. یه دونه هم تستی اینجا گرفتم که این تصویر منه و این تصویر به صورت یونیک برای شما ساخته شده و توی گوگل وجود نداره و شما میتونید خیلی راحت از این در واقع تصاویر توی سایت خودتون استفاده کنید و کامل هم یونیک هست. و وارد سایت خودتون بشید و ادیت رو انجام بدید، عکس ها رو بذارید و محتوای خودتون رو منتشر کنید. به همین ترتیب میتونید روزانه تا 10 مقاله برای سایتتون منتشر کنید. اون روش سومی هم که گفتم خدمتتون بخش تولید مقاله انبوه هست که در حال آپدیته، ولی خب میتونید از این قسمت هم استفاده کنید. اینجا برای سایت هایی هست که خیلی نمیخواید یه محتوای قوی ازش بگیرید، موضوع و کلمات کلیدتون رو به ترتیب اینجا میذارید، تنظیمات رو انجام میدید و ایجاد متن رو میزنید. در نهایت هم میتونید ذخیره سازی رو انجام بدید. اما پیشنهاد من اینه که محتواها رو به صورت دستی روزانه 1 ساعت 2 ساعت که شما فرصت داشته باشید میتونید تولید مقاله جامد داشته باشید و اگر ماهیانه بتونید 300 تا مقاله روی سایتتون بذارید، بعد از 3-4 ماه خروجی خیلی خوب رو توی گوگل خواهید گرفت با کمترین هزینه، که در واقع اگر ما بخوایم 300 تا مقاله رو سفارش بدیم حداقل باید مبلغ 30 میلیون تومان در ماه رو بدیم به یک نویسنده و یک تولید کننده محتوا.